نه واقعا نباید اینجا باشی. دقیقا مثل این بودم. بعدش هم یارو زرده رفت اون پایین. فقط اینطوری کار میکنه. با تکنولوژی آدم ها در نهایت میتونیم زمین رو تصرف کنیم و بعد از اون تمام کهکشان ها. سلام دوستای کوچولو، حالتون چطوره؟ تسلط به دنیا نمیتونم یکی رو داشته باشم. یالا پسر بیا دیگه. میدونی الان چی میخوام؟ هی صبر کن. چیزی که ما میخوایم یه نقشه است بدون تکون دادن بالهاتون. اسم من بریم باشه. رهبرشون رو بگیم. برنامه‌هامو بهتون ارائه بدم. مراقب باشین بیگانه ها. برام میام بزنمتون چون روز به نقشمه. خنده تا نیست اسکات. است. وای. اون دیسکو تحویل من بدید. در نهایت میتونیم قدرت امپراتوری خودمون رو با قدرت بیشتری ایجاد کنیم و بر جهان حکومت کنیم. اوه البته بچه‌ها. آره مطمئنا از دستش میدیم. بذار ما بریم برات دیسکو بیاریم. باشه؟ باشه. عقل تو از دست این دادی؟ هیچ ربطی نداره. قدرت رو حفظ میکنم. حالا چی؟ خب حالا رانده دوم. لطفاً بهم بگی که یه برنامه دیگه هم داری. قبلا بهت گفته بودم. میدونی که همیشه یه نقشه دارم.